خواهد شد وان را که منم خرقه عریان نشود هرگز وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد. حسین اکبری. شادروان ناصر عبداللهی. ببخشید من ضبط صوتم. سریع حسن جان. پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره وقتی هر لحظه نسیم بابا بذار از سیاوش استفاده کنیم این بیات میشه. من هر روز میام اینجا. من هر روز دعوتم اینجا. تو برای اولین بار اومدی اینجا. امیر عباس جان بفرمایید. جان شهرام ناظری چند نفر به 10 نفر؟ آقا دوستان منم میخوام خیلی تعریفش کنم. استاد گشتی شگرزگانی بابا من چند وقتی سرفه میکنم. گشتی شگرزگانی ای باد شرط برخیز شاید که باز بینی دیدار آشنا را این صدا من یه صدایی روی صحنه واقعا از استاد دیوانی شدم بی‌نظیره. خواهش میکنم میدونم خیلی سخته. هلیکوپتر؟ آره. هلیکوپترش عالیه. پنچر شد هلیکوپترم چون زیاد بگیرم اینو خوب نیستم. صدا آهنو داره. اینو یاد بگیر. نه آقا این که خب سیاوش عزیز در برنامه 90 با صدای عادل فردوسی پر بذار اونم شما رو بریم غیر بندی. من هستم. من تو فردا تو رو خدا نه دیگه میام تو رو خدا تو رو من خواهش میکنم. من فردا دعوتم. هلیکوپتر رو عزیزان باید عادت کنیم که عادت نکنیم. میدونم. توجه میکنین این خیلی مهمه. استاد من از شما درخواست صدای هلیکوپتر کردم. هلیکوپتر اجرا کردم. تمام شد. پنچر شد آخه. نمیشه پنچر نشه. حسن جان من یک دو سوال اختصاصی دارم. جونم. آخرین باری که گریه کردی؟ آخرین باری که گریه میکنی؟ یه موقع‌هایی یه سری کلیپ ها توی گوشیم میبینم بالاخره یا از اینترنت دانلود میشه یا از جاهای دیگه به دستم میرسه انقدر احساسی و زیباست. الان اش تو چشمم شده. آره اش تو چشمم. چون من میشناسم شما رو خیلی اهل شعر هستی. الان اگه همین الان بگم یه بیت شعر یک بیت شعر همین الان شاعری وام گرفت شعرش آرام گرفت. شاعر شدن میدونی کار سختیه و در عین حال کار آسونی. یه موقع‌هایی بعضیا فقط با غم و غصه شاعر میشن. غم که میآید در و دیوار شاعر میشود. در تو پنهانی ترین رفتار شاعر میشود. چطوری ها صدای هلیکوپتر اینطوری میای تو این حس؟ مینشینی چند تمرین ریاضی حل کنی خطکش و نقاله و پرگار شاعر میشود. آره چجور میشه؟ آره یهو میای تو این فضا. آره بعد این یه مطلبیه که حسن سریع جواب بده اصلا وقت نداره. ببین الان مردم یه جمله یه جور دیگه هنر رو میخوان. اینکه شما فقط همش یه نواخت حرکت کنی دل مردم میزنن. همش بخندونی. اولین جایی که میری برای دیدن نوروز بهار کجا میری؟ اولین جا اون فامیل نزدیک میرن. نه اولین نفری که دوست داری ببینیش کیه؟ اولین نفری که دوست دارم ببینم بالاخره نمیشه گفت؟ میشه گفت اما خب نمیشه گفت. خب خیلی عالی. آقای قاسمی عادل فردوسی بریم عادل فردوسی پاس بدیم به حسن ریوانی که همراهتون بیاد. خب برنامه خدا سلام شب تماشاگران سلام‌مندان فوتبال در خدمت که بهترین شومنات تقلید صدا همه چی بی‌نظیره. اصلا مهران همه کلا نمیتونه که بهترین تقلید صدا بازیگر مجری همه رو توجی بهش کرده در خدمت حسن ریوانی. الو حسن سلام می‌شوی حسن نیستی؟ الو حسن ریوانی سلام داری حسن آره با شماست. آره ریوانی میشنوم. آخه سیاوش میشه بازی کنیم بداهه؟ سیاوش شما الان یه مهمانی بازی کنید. سیاوش یه روز رفته بود خونه میگفت رفتم خونه دیدم مادرم سر نمازش تموم شده دست به دعا برداشته داره دعا میکنه. همین که منو دید که خدایا اینو میگم. یعنی هر چی میکشه از دست سیاوش. چون روزای پایانی سال هست من یه مصرع میخوام بخونم میخوام حستو. میدونستی سیاوش بچه داره؟ نگاه من کن نگاه من میخوام یه مصرع بخونم حستو بهم بگی.
الان از اون فضا بیرون احساسی که یه بخونم مثل رو میخوای از این حال خارج چی؟ بدهکارم ازم دوری اما دلت با منه ازت دورم اما دلم خیال شما امید یه شعر قشنگ بخون که همه بچه‌ها شاید فضا یه خورده خیلی عوض بشه. گفت بدهکارم به دستایی که زد تو صورتم تا من نفهمم معنی درد و آرامش چیه. الان روزای پایان سال